سلام، به تاروت سرنوشت خوش اومدین. من کیمیا هستم و امروز توی این ویدیو قراره ببینیم که کیس احساسی شما آیا بهتون برگشت داره و کی بهتون برمیگرده و قراره ببینیم که حس و تصمیمش در حال حاضر نسبت به شما چی هست. خب دوستان عزیزم، 3 تا گزینه داریم: سنگ آمیتیست بنفش رنگ، سنگ آمازونیت سبز و سنگ روز کوارتز صورتی. علاوه بر این سنگ ها میخوام برای هر گروه هم یک کارت بکشم و میتونید که روی کارت ها هم نیت کنید و انتخابتون رو انجام بدید و اینکه در آخر این ویدیو هم کد نزدیکتر شدن معشوق رو بهتون میگم، کد کیهانی. خب بریم شروع کنیم. اجازه بدید که من برای هر گزینه کارت رو بکشم و بعد انتخابتون رو انجام بدید. برای گزینه 1، گزینه 2 و گزینه 3. خب دوستان عزیزم، فارغ از رنگ و اسم و طرح کارت ها انتخاب کنید و با شهودتون انتخاب کنید و ببینید که کدوم گروه بیشتر شما رو به خودش جذب میکنه. چند ثانیه بهتون وقت میدم انتخابتون رو انجام بدید. خب بریم برای دوستانی که گروه 1 سنگ بنفش و کارت 5 جام رو انتخاب کردید. خب اولا دارم میبینم که احتمال خیلی زیاد شما الان توی یک حالت غصه و اندوه زیادی هستید و واضحا توی این کارت دارم میبینم که جدایی و قهر اتفاق افتاده و چیزی که خیلی دل شما رو شکسته و حتی طرف مقابل رو هم دارم خیلی پشیمون میبینم، هنوز نتونسته شما رو فراموش بکنه و با شما خوشی های زیادی داشته و حس میکنه که به دست خودش زده و این خوشی ها رو خراب کرده. عدد 5 میتونه برای شما مهم باشه، میتونه تاریخ خاصی باشه براتون یا متولد مرداد ماه باشید. خب ببینیم اول در حال حاضر حس و تصمیم کیس احساسیتون چه خانم هست چه آقا در مورد شما گروه 1 چیه. حس و تصمیم کیس احساسی شما. خب ایشون واضحا میدونه که این رابطه دچار فروپاشی شده، یعنی کاملا خبر داره از این موضوع و خب شاید رابطتون به یک حالت بدی به هم خورده و شاید اصلا یک هویی پایان یافته، یک ضربه بدی به رابطتون خورده، هر چیزی که ساخته بودید با هم خراب شده بوده و ایشون در حال حاضر به شدت احساس اضطراب، پریشونی میکنه و به شدت حس میکنه که دچار کارما شده. من واضحا دارم با کارت عدالت و با کارت 8 شمشیر انرژی کارما رو اینجا میبینم. به شدت پشیمون هست و ناراحت و خیلی دوست داره که یواش یواش به سمتتون بیاد. یه ذره دارم میبینم که با احتیاط میخواد بیاد به سمتتون، چون میدونه که رابطه خراب شده، میدونه که دیگه زیاده روی شده، اما خیلی منتظر هستش که اون فرصت طلایی فرا برسه و دوباره با شوالیه جام دارم میبینم که قصد داره که دوباره با پیشنهاد جدید، ابراز علاقه و حتی یک هدیه یا کادو به سمت شما برگرده. 6 وعده دیگه تغییرات مثبتی رو تو این رابطه خواهید داشت و خیلی اینجا عنصر خاک انرژی زیاد اومده، عنصر خاک و عنصر هوا. یکی از شما 2 نفر میتونید متولد عنصر خاک باشید، اردیبهشت، دی یا شهریور، یا متولد عنصر هوا باشید، مهر، خرداد، بهمن. به خصوص ماه بهمن هم که اینجا ماه مهر هم که اینجا با کارت عدالت تکرار شده. به هر حال 6 وعده دیگه یک قدم مثبت، یک تغییر و تحول مثبتی تو این رابطتون رقم میخوره و از این احساس گرفتاری و
احساس بستگی که دارید بیرون میاید و در حال حاضر شاید خیلی خشکتون زده، خیلی یخ کردید و به قول معروف انگار که دست و دلتون به کاری نمیره و ایشون هم تو همین حالت هست و میترسه حرکتی بکنه، خیلی دل شکسته میبینمش و حتی شاید الان با اطرافیانش مشکلات زیادی داره و افراد زیادی هم هستن که دارن ایشون رو مورد سرزنش و شماتت قرار میدن. خب حالا ببینیم که جدای از احساسش ببینیم که آیا بهتون بازگشت داره و اگر آره کی هست. خب ببینیم که کیس احساسی شما بهتون بازگشت داره. بله، همونطور که گفتم دوباره این کارت اومد، با عشق و محبت خودش به سمتتون میاد. خب وعده لطفاً بدید به ما، چند وعده دیگه؟ 9 وعده دیگه. ببینم آیا تو این تابستون هست. آره، ولی یه خورده شاید 9 وعده زمان بری باشه، یعنی شاید 9 هفته طول بکشه و بین 7 و 9 وعده دیگه میبینم. 7 و 9 هفته دیگه، حالا 7 و 9 روزا میتونه باشه برای اونایی که تازه کات کردید، ولی اونایی که خیلی وقته تو یک جدایی هستید میتونه 9 هفته یا 7 هفته براتون طول بکشه. ولی با کارت شاه چوب که نماد ماه مردادم هست، احتمالش رو توی ماه مرداد براتون زیاد میبینم. خب و در آخر یک توصیه هم از فرشتگان میگیرم برای این رابطه شما. ببینیم توصیه فرشتگان برای این رابطتون چی هست. چه قشنگ. خب داره بهتون میگه که ببخش و رها کن. حالا 2 حالت داره. اگر واقعا این شخص رو دوست دارید و منتظر بازگشتش هستید، میگه وقتی که دیگه ایشون برگشت از انرژی گذشته و اتفاقات منفی بیرون بیاید و یک شروع جدید رو برای خودتون رقم بزنید و کینه و غم و غصه رو سعی کنید که کنار بذارید و قلبتون رو سبک کنید برای اتفاقات مثبت. حالت دومش برای اونهایی هست که میدونید این طرف سمیه، میدونید حواسشون نیست، بارها بخشیدینش و خیلی وقت هم هست که کات کردید. داره بهتون میگه که این شخص رو فراموشش کن و ببخشی و کنارش بذاری. بخشش حالا به این معنی نیستش که ایشون حتما لایق بخشش، منظور اینه که اون کینه و نفرت رو روی قلبت نگه نداری. داره میگه که این شخص رو اگر کنار بذاری اتفاقات بهتری برات بیفته. خب اینم از انرژی خانی گروه 1. امیدوارم که لذت برده باشین. ممنونم که با لایک‌ها و کامنت‌های قشنگتون از من و کانالتون حمایت میکنین و اینکه آخر این ویدیو هم کد کیهانی جذب معشوق و نزدیکتر شدن معشوق رو بهتون میدم. تا یک انرژی خانی دیگه، فعلا خدا نگهدار. خب بریم برای گروه دوم، کسانی که سنگ آمازونیت سبز و کارت ملکه شمشیر رو انتخاب کردید. خب بخوام بهتون نشونه بدم، شاید رنگ آبی زیاد میپوشید یا رنگ آبی زیاد استفاده میکنید خودتون یا طرف مقابل. عنصر هوا رو داره به ما نشون میده، متولدین مهر، بهمن و خرداد. و دارم میبینم که توی این رابطه خانوم این رابطه خیلی خیلی الان گارد گرفته و شاید خانوم این رابطه بوده که خواسته پایان بده به این رابطه و بیشتر دارم میبینم که آره فعلا گارد از سمت خانوم رابطه، از حالا چه شما خانوم هستی چه آقا. اگر خانوم هستی شاید خودت خیلی گارد گرفتی و خودت کات کردی این رابطه رو. هرچند دارم میبینم که پس ذهنت همچنان حواست هست و همچنان یک سری امیدهایی داری ببینی که آیا این شخص برمیگرده یا نه و هنوز شاید به صورت خیلی مخفیانه‌ای داشته باشی ایشون رو تو فضای مجازی چک بکنی. خب اول ببینیم که حس و تصمیم طرف مقابل و کیس احساسیتون برای شما چی هست. در حال حاضر حس و تصمیم کیس احساسی شمایی که گروه 2 رو انتخاب کردید چی هست. خب همونطور که گفتم ایشون میدونه که شما رو خیلی اذیت کرده
و میدونه که الان اگر بخواد برگرده شما قبولش نخواهی کرد و میتونم بگم که به شدت از شرایطش ناراضیه و به شدت احساس شکست میکنه. خیلی خیلی طرف مقابل شمایی که این گروه 2 رو انتخاب کردید احساس شکست میکنه، یعنی از گروه 1 میتونم بگم بیشتر. و خیلی با شما خوشحال بوده با کارت 10 جام و کارت خورشید. شما رو خوشحالی زندگیش میدیده، اما میدونه که خراب کرده رابطه رو. شاید حتی با بی‌توجهی خودش رابطه رو خراب کرده باشه. 2 تا کارت پایان رو اینجا داده و اشاره به این میکنه که جفتتون خیلی ضربه خوردید از این پایان رابطه و خیلی امیدتون کم هست به برگشت. اما ایشون همچنان با وجود اینکه خیلی رابطه رو شکست خورده میبینه، با وجود اینکه الان خیلی داره احتیاط میکنه، یا حتی ایشون هم دارم میبینم که پنهانی داره شما رو چک میکنه و میترسه از اینکه دوباره برگرده و با هم بحثتون بشه یا مشکلات دوباره ایجاد بشه. با تمام این مشکلات میبینم که دلش میخواد دوباره این رابطه استارت بخوره و توی همین تابستون هم دلش میخواد که این اتفاق رقم بخوره. ماه مرداد رو بیشتر دارم میبینم و خیلی پشیمون و ناراحت هست از اینکه اگر خودش رابطه رو خراب کرده یا باعث خرابی این رابطه شده. دارم میبینم که به شدت پشیمون و ناراحت هست و با کارت 10 جام شاید حتی ایشون همسرتون بوده یا با ایشون خیلی مثلا قصد و برنامه ازدواج رو چیده بودید و حتی دارم میبینم شاید اگر بحث ازدواج بوده به خصوص حالا نامزدی، شاید یک سری افراد این وسط باعث شدن که رابطه شما به هم بخوره. یک سری مخالفت ها رو اینجا دارم میبینم و شاید ایشون خیلی اشتباه کرده و خیلی بیش از حد هنبین بوده و گوش کرده به حرف افرادی که حالا مخالف رابطتون بودن و نمیخواستن که شما با هم وارد رابطه بشید و خیلی هم ایشون رو در حال حاضر دارم دل شکسته میبینم. انرژی ته دستم ببینیم خیلی جفتتون دل شکستید، مخصوصا ایشون، اما همچنان با شاه چوب دست دارم میبینم که دوستتون داره، بهتون جذب هست و شما رو خیلی خانم زیبا، مستقل و با کمالاتی میبینه و خیلی چشم انتظاره. خیلی خیلی دقیقا 2 تا کارت اینم خیلی خیلی توی انرژی چشم انتظاریشون رو میبینم. خیلی انگار داره تو تنهایی خودش دنبال شما میگرده و منتظر فرصتی هست از سمت شما که دوباره بتونید این رابطه رو از سر بگیرید و دوباره بتونید این رابطه رو با هم بسازید. خب ببینیم که این شخص آیا به شما برمیگرده و اگر آره حدوداً چه زمانی. خب ببینیم که این طرف مقابل آیا به شما بازگشت داره. فعلا من یک گرفتگی اینجا میبینم، مخصوصا آقای رابطه یا واقعا بحث حالا گرفتاری انرژیکی هست. 2 جادو طلسم از سمت یک خانوم به خصوص براش، یا خیلی احساس میکنه که راه به جایی نداره برای برگشت به سمت شما. اما باز نمیتونم بگم که نه 100% بر نمیگرده. اینجا با کارت عشاق و کارت ملکه جام یک سری امیدواری ها رو دارم میبینم و وعده 6 و 8 رو داده. میتونم بگم که حالا حدوداً 60% احتمالش هست که بهتون برگرده، با عشقم بهتون برمیگرده و هنوز خیلی شما رو دوست داره و حالا 6 وعده دیگه بهتون برمیگرده، 6 یا 8 وعده دیگه و این وعده حداقل هفته هستش. با توجه به این گرهی که اینجا وجود داره میتونم بگم که 6 تا 8 هفته دیگه، یا اگر خیلی وقت کات هستی و اگر ایشون نتونه از این انرژی تاریکش بیرون بیاد، شاید توی برج 6 باشه شهریور، یا 6 ماه طول بکشه که ایشون بخواد به سمت شما برگرده. خب میتونید براش شمع روشن کنید و از دور برای ایشون انرژی مثبت بفرستید که راه باز بشه برای برگشتتون اگر حالا خواستار بازگشت هستید. خب ببینیم که توصیه و پیام فرشتگان به شما برای این رابطه عاطفیتون چی هست. گروه 2 یک چیزی رو داره بهت میگه و چقدر بامزه و جالب.
چون که یکی دیگه میخوام بکشم. اوکی. چون که توی این دسته 45 تایی کارت فرشتگان فقط 2 تا بله هست و هر دوتاش هم برای شما در اومد. 2 تا بله داره بهتون میگه اگر میخواید برگشتی انجام بشه، داره بهتون میگه بله، ولی داره میگه که یک راه و روش دیگه رو باید انتخاب بکنی، یک مسیر دیگه، یک روش دیگه رو باید انتخاب بکنی و داره بهتون میگه که نهایتاً تا چندین ماه نزدیک آینده، یعنی نهایتاً تا 3-4 ماه آینده ایشون بهتون برمیگرده. خب اینم از انرژی خوانی گروه دوم. امیدوارم لذت برده باشید. ممنونم که با لایک‌ها و کامنت‌های قشنگتون از من و کانال حمایت میکنید و اینکه بهم انرژی میدید. آخر این ویدیو هم کد کیهانی نزدیکتر شدن و جذب معشوق رو بهتون میگم. خب مرسی دوستان و تا یک ویدیو دیگه فعلا خدا نگهدار. سلام، شماهایی که گروه 3 رو انتخاب کردین، ببینیم که برای شما چه انرژی هایی هست. شماهایی که سنگ صورتی، روز کوارتز و کارت 10 سکه رو انتخاب کردین. خب اولا میتونم بگم که شاید با این فرد توی ازدواج بودین یا به هر حال شاید رابطه‌ای بوده که اقوام و خانواده هر دو طرفتون در جریان بودن و یا خود ایشون از حالا اقوام و بستگان شما بوده، رابطه فامیلی باهاتون داشته یا باهاش توی ازدواج بودید و پول و ثروت زیادی رو هم برای یکی از شما دو طرف دارم میبینم و خیلی اینجا نقش ازدواج و خانواده پررنگ هست و عدد 10 هم داره به این اشاره میکنه که به زودی تکلیف شما توی این رابطه مشخص میشه و عدد 10 هم میتونه براتون مهم باشه. حالا روز تولدتون هست یا یکی از شما میتونید متولد مهر ماه یا دی ماه باشید. خب اولا ببینیم که حس و تصمیم طرف مقابل برای شمایی که گروه 3 رو انتخاب کردین چی هست. حس و تصمیم طرف مقابل، کیس احساسیتون به شما چی هست. به شدت دارم میبینم که احساس گرفتاری میکنه، احساس میکنه که راه به جایی نداره و اگر خانوم هستید شمایی که دارید این ویدیو رو میبینید، ایشون خیلی خیلی احساس میکنه که شما نسبت به ایشون گارد گرفتی و حاضر نیستی که قبولش بکنی. خیلی الان از طرف شما رابطه رو بلوک شده میبینه، مثلا اگر شما خانومی و اگر طرف مقابلتون آقاه، خیلی میبینم دوست داره به سمت شما بیاد و خیلی شما رو همه چی تموم و زیبا میبینه، اما حس میکنه که شما دیگه نمیخوایش و خیلی خیلی ناراحت از این موضوع و عدد 7 8 و 9 این سه تا عدد پشت هم براتون اومده. تا بگم 6، یعنی 6 7 8 9 براتون اومده و 9 3 بار تکرار شده. میتونه حالا این اعداد براتون مهم باشن یا توی این وعده ها بهتون برگرده یا متولد این ماه ها باشید. اگر طرفتون آقاست احتمالش هستش که متولد شهریور یا آذر ماه باشه. حالا اینا رو به عنوان یک نشونه میگم بهتون، ولی اگر این نشونه ها باهاتون صدق نکنه هم اوکی هست، ولی به عنوان نشونه قوی تر میگم که ببینید این فال چطور باهاتون رزونیت میکنه. و دارم میبینم که احتمالش زیاده که شما راهتون از هم دور باشه، یعنی که فاصله مکانی دارید از هم دیگه یا برای شهرهای مختلفی هستید و اینجا خیلی انرژی رودخونه، آب و دریا رو میگیرم. شاید حالا یکیتون نزدیک اینجور مکانها زندگی میکنید و ایشون هنوز شما رو خیلی دوست داره. حالا کیس احساسیتون چه خانوم هست چه آقا، شما رو خیلی خیلی دوست داره هنوز، علیرغم اینکه میدونه دل شما رو شکسته و شما رو بسیار زیبا و جذاب میبینه و شما رو همه چی تموم میبینه. الان به شدت تو انرژی جستجو کردن هست، به شدت داره دنبال یک راهی میگرده که بتونه با احتیاط و یواش یواش به سمت شما بیاد، چون میدونه با کارت ملکه شمشیر شما گاردت بالاست و حاضر نیستی قبولش کنی. اما میتونم بگم که 6 تا 9 وعده زود دیگه
قراره که انرژی ها توی این رابطه عوض بشه و احتمال بازگشت و رسیدن به رضایت رو براتون زیاد میبینم توی این رابطه و از این انرژی صبر و تحملی که دارید میکنید بیرون میاید به زودی و میبینم که خیلی وقت صبر کردید، خیلی وقت منتظر هستید که ببینید ایشون حرکتی میکنه یا نه. اما میگم روی وعده 6 احتمالش خیلی زیاده که با یک جابجایی یا سفر یا به هر حال با یک تغییر مثبت یک برگشت رضایت بخش براتون رقم بخوره. و اینکه انرژی ته دستم ببینیم، بله احتمالش خیلی زیاده که شما دوتا از همدیگه فاصله مکانی داشته باشید یا یکیتون شغلش در رابطه با سفر هست یا الان در یک سفر رفته و شهود و حس ششم بالا رو دارم برای یکی از شما دو نفر میبینم، هم با کارت های پریستس یا همون پاپ بانو، هم با کارت هرمیت یا درویش که اینجا در اومده. شاید حتی جفت شما خیلی اهل فال و تاروت و کارهای انرژیکی باشید و چالش ها و دلشکستگی زیادی دارم براتون میبینم. دوباره اینجا به وعده 6 داره اشاره میکنه. 6 وعده دیگه یک اتفاق مثبتی براتون میفته و یک شروع جدید قشنگ رو توی این رابطه خواهید داشت. خب ببینیم که حالا احتمال برگشت که خیلی مثبت در اومد. باز دوباره میخوام چک کنم که ایشون آیا به شما برگشت داره و اگر آره حدوداً کی هست، چند وعده دیگه. ببینیم که کیس احساسی گروه 3 آیا بهشون برگشت داره. بله جواب مثبت هست. کی؟ خب دیدین گفتم 7 زیاد تکرار شده براتون. بین 6 یا 7 وعده زود، 6 یا 7 وعده سریع دیگه، 7 روز دیگه، 7 مثلا مرداد ماه یا حالا هر ماهی که دارید این فال رو میبینید، چون الان موقع ضبط این فال تیر ماه هست، ولی هر موقع که این فال رو ببینید 7 روز بعد یا 7 ماه بعدی یا نهایتا 7 هفته دیگه احتمالش خیلی زیاده که یک برگشت زیبا و قشنگ براتون صورت بگیره. خب ببینیم که در آخر توصیه فرشتگان به شما در مورد این رابطتون چی هست. خب آخرش هم که یه دونه یس داده. اوکی خب داره بهتون میگه که برگشت این رابطه خیلی به انرژی و تصمیم شمایی که داری این فال رو میبینی بستگی داره. انتخاب با خودته. میتونی این اگر میخوای و فکر میکنی که میتونی به این رابطه برگردی، داره به جواب مثبتی میده. میگه اگر شما میخواید بله برگشت اتفاق میفته و داره میگه که انرژی معنوی تو بالاتر ببر، از خدا و فرشتگان بخوا و ازشون بخواه که راه و مسیر رو برات روشن بکنن. خب اینم از انرژی خوانی گروه 3. امیدوارم لذت برده باشین. ممنونم که با لایک‌ها و کامنت‌های قشنگتون از من و کانالتون حمایت میکنید. و در آخر بریم سراغ کد کیهانی نزدیکتر شدن معشوق. اول اینا رو جمع کنم. خب دوستان کد کیهانی این هست و به نیت نزدیکتر شدن معشوق این رو استفاده میکنید. اینجاش هم گربم جویده و اول بهتون بگم که عددش رو به چه صورت باید بخونید. میارم جلو که ببینید. 3 8 9 1 9 7 6. این کد رو هر شب قبل از خواب به همین صورتی که من خوندم باید بخونید. عددش رو نباید جمع ببندید، مثلا نباید بگید 38 919. نه، اعداد توی بحث کد کیهانی تک به تک انرژی دارن و باید تک به تک از چپ به راست خونده بشن و قبل از خواب هر شب یک مرتبه این عدد رو قبل از خواب بگید به نیت نزدیکتر شدن معشوقتون و همزمان که این اعداد رو میگید بنویسیدش با حالا مداد خودکار روی دفترتون. همزمان بنویسید 3 8 9 1 9 7 6. یا حالا اگر خسته بودید حوصله اینکه کاغذ و قلم بردارید رو نداشتید، میتونید ادای نوشتنش رو در بیارید. یعنی اگر مثلا روی تخت هستید ادای نوشتن عدد 3 رو روی حالا
دستتون، پوست بدنتون یا روی بالشتتون، هر جایی که نزدیکتون هست اون حالت نوشتنش مهم هست که همزمان میگید 3 رو بنویسید. یک بار دیگه براتون میخونم: 3 8 9 1 9 7 6 و به نیت نزدیکتر شدن معشوقتون بخونید. و این رو حالا بستگی به انرژیتون داره که کی بهتون جواب بده، ولی بعد از چند روز کم کم شاهد نتایج مثبتش خواهید بود. خب امیدوارم که استفاده از این کد براتون مفید و مثبت واقع بشه و ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. تا یک انرژی خوانی دیگه، فعلا خدا نگهدار.